القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. این مسجدی که از جهت زیبایی و فلانیت در منطقه نظیر ندارد، از همه میخواد تبریک و مبارکباد میگویم و خدای عزیز و مهربانم دعا میکنیم که درباره اجر و پاداش این عمل حدیث آیه و حدیث این ساختن، این بنا کردن این مسجد میباشد. صلی الله علیه و سلم نقل میکند سمعت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال با تشخصی پیشوای معظم ملتمان، پرزیدنت محبوب کشورمان ساخته شد و به عنوان هدیه روز 8 ایون به مردم کشاده دادند. از فرصت استفاده کرده در حق پیشوای معظم ملتمان دعا میکنیم که پروردگارا خداوندا پیشوای معظم ما را با اهل و خانواده‌اش تندرستی و سلامتی بردوام، عمر دراز و پر از فیض و پر از برکت عطا بفرمایی. آمین یا رب العالمین. و همچنین آن عاملی که سبب این همه پیشروی‌های است و همین کشادن همین مسجد، ساختن همین مسجد وابسته به این نعمت الهی بود که این هم تنجی و امنیت وحدت خداوند برای این ملت، برای ملت تاجیکستان به عنوان هدیه تقدیم کرده است، عطا کرده است. دعا کنیم که پروردگارا امنیت کشور ما را، صلح و صلاح کشور ما را پروردگارا دائم الابد بگردانی. الله اکبر. زیرا همه پیشروی‌ها، سعادتمندی‌ها وابسته به همین وحدت است، وابسته به تنجی و امنیت کشور میباشد. در همه شماها را نیز مبارکباد میکنم برای اینکه شماهایان اولین شخصیت‌هایی هستید که در برادران عزیز که از آداب است. اگر هر یکی ما و شما دیدی که قبر پدر مادر خود را تازه کنیم، انشاءالله یک قبرستان تازه و آزاد ما را دوست نمی‌دارد. تاجیکستان ما یک کشور خیلی زیباست، کشور میوه‌های تازه. Allah